اسباب امنیت توسط نظام الله می آید، توسط هیچ نظام دیگری اسباب امنیت نمی آید. روزگاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم حاکمیت داشت، دعوت داشت، نه اردوی ملی بود، نه پلیس ملی بود، نه شبکه های استخباراتی بود، نه اداراتی بود، نه کدام فوج و لشکر موجود بود منظم، بلکه به خاطر مقابله کفار لشکر جور می شد. برای نظم داخل هیچ چیز موجود نبود. کدام چیز بود که حاکمیت میکرد که حتی یک جوان ما در یک مخروبه هم دست به جنایت نزنه، یک سیاسر ما در دشت و بیابان 2 ماه منزل میکرد لیکن کسی برش کسی نمیکرد. کدام چیز بود که حاکمیت داشت؟ ای ملت مسلمان، باید بدانی که دین تو را چه آموخته. به الله قسم این دنیا کلش با هم یک جا شوه، این مملکت ها به هم دست بده که ما در یک گوشه کوچکی از یک مملکت امنیت آورده میتونیم. به الله قسم اگر آورده بتانه، امنیت عقیده میاره، امنیت فکر میاره، امنیت او مفکوره که توسط وحی الهی برای افراد انسانیت تعلیم میشه او آورده میتونه. صحابی که زنا را کرده غیر از الله متعال دیگه کسی از پیشش آگاه نیست، اما در مجلس رسول الله حضور پیدا میکنه. به رسول الله میفرما که ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم حد سر مجاری کو، مرا پاک کو. کی است سرش؟ کی است که آدم وادار ساخته اینجا آورده، عقیده آورده؟ دین ما تو را دین عادی نیست، دین سرسری نیست. افسوس است به الله قسم که ما این دین تسکیره‌ای جور کردیم، دین میراثی پدرها جور کردیم. گاهی از مزایای دین، از افتخارات دین، این کتاب الله که بیشتر برای ما گفته میشه، این کتاب انقلابا را آورد، دنیا را سرنگون کرد. و عربایی که تا دین روز شترچران بود، تا دین روز دخترها را زنده به گور میکرد، و عربایی که به خاطر یک زراعت خوردن صدها نفر قتل و قتال کرده بود، توسط قرآن کریم انقلاب عظیم پیدا میشه. فرد به وجود میاد، یک سری حیوان در یک همسایه روان میشه، دور میخوره، در چند 7 خانه دور میخوره، پس در خانه اول میاد. زمانی که شما تاریخ ها را میخوانه، سیرت ها را میخوانه، چی را میآموزه؟ در میدان شهادت زمانی که جام آب به یک شهید میرسه او فکر میکنه از مکده زیاد محتاج و ضرورت به این جام آب، این پالی مه شخص دیگری که زخمی است او زیاد ضرورت داره، جام به او میده، او به او میده. زمانی که پستش دمی زخمی اول میرسه جان داده، در دوم میرسه جان داده، در سوم میرسه جان داده. این فکر کی داد؟ او کسی که بیگاه ده عیال خود طعامی نداره لیکن میمان آمده، میره با سیاستر خود مشوره داره چقدر چیز است که ما میمانه اینجا نوازش بکنیم. او میگه همین قدر است که از میمان شا چطور کنیم؟ اگر خود نخوریم هم نمیشه، اولاد قامتو میخوانه. لیکن مشوره کردن در وقتی که پیش میمان کاسه میمانیم ما چراغ یک قسم میکنیم که گل شوه، بلکه میمان دست بزنه خود سیر کنه و تو دستت گرفته باشی. ای زنی مسلمان، یقیدن از کدام کتاب یاد گرفتی؟ ای مرد مسلمان، ایثار و قربانی را از کدام کتاب گرفتی؟ ولی افسوس ای ملت، به الله قسم امروز که کسی قرآن میخوانه مردم 1000 تا سرش میزنه، مردم زنی رایش میگیره که در مجلس وطنگری قرآن نرو، قرآن نخوان، قرآن یاد نگی. ببینید ملت، ما از با کتاب الله جفا کردیم، با کتاب الله وفا نکردیم. این کتاب الله فقط کتاب ثواب و مرده‌ها شده. کتاب الله در اسقاط مونده میشه، کتاب الله در لوح قبر نوشته میشه، کتاب الله سر مرده شال آیت الکرسی نوشته میشه، سرش اوار میشه. کتاب الله متعال در افتوگیر پیک مدریور است. کتاب الله در کجاست؟ کتاب الله برای چه؟